سلام دوستای عزیز. قسمی که میبینین امروز براتان بامی مزه‌دار افغانی امرای کچالو پخته کردیم. این طرز تهیهش بسیار ساده است و در عین زمان بسیار زیاد مزه‌دار میه بامیتان. دیگه بیاین که براتان نشان بدم که چه رقم آماده ساختم. به مقدار ضرورت مواد لازمش 1 گیلاس روغن، 1 کیلو بامیه، 2 دانه کچالو، 3 دانه بانجان تازه، 1 دانه پیاز تازه، سیر، کم زنجبیل و مرچ تازه می باشه. خب دوستای عزیز، قسمی که میبینین من اول در روغن سرخ کردم امی بامیه و کچالو را سرخ میکنم. به خاطر ازی میشه شما سرخ هم نکنین، اما اگر سرخ بکنین یعنی مثل چپس وارد اول، ای به خاطر خوبیش است که وقتی که بامیه را شما برش لعاب جور میکنین و بامیه تان که پخته میشه، بعدش که میبینین بامیه بسیار خوب میه، فقط لعاب را به خود میگیره که لعاب بانجانمی و پیاز مساله تان میباشه. بیشتر از او خود بامیه چون یه خاصیت داره که یک لش میشه خودش و امی که شما بامیه را سرخ میکنین مثل چپس، باعث میشه کنم خاصیت خود از بین میبره و مزه‌دار میه. البته نگفته نمانه که در مواد ضرورتش دوستای عزیز من 1 نیم قاشق روغن اضافه کردم. اگه شما میخواین که نکنین هیچ کدام مشکل نداره، خوب طبق دلخواهیتان است که اگه خواستین بکنین. خب به امی اساس تمام بامیه و کچالوها را سرخ کردم و مرا کچالو در بین بامیه بسیار خوش میاد، از او خاطر انداختم. اگر بامیه سادام باشه به همین ترتیب جور میشه. میبینین دمی دیگه کمک روغن انداختم و امی پیاز ما را که توته کرده بودم از قبل امرای سیر زنجبیل یا را مندازم، خوب سرخ میکنم که تقریبا رنگش رنگ قهوه‌ای را به خود بگیره و کاملا براون شوه. وقتی که دیدیم که پیاز سیر ما خوب سرخ شد، باز سر ازی اونمو روب ما را کمک مندازم و بانجان رومی را امرای مرچ خوب یا را سرخ میکنم و در این زمان که بانجان رومی را مندازین کمک نمک بندازین، باعث میشه که زودتر بانجان رومی بشاره، نرم شوه و هرچی زودتر سرخ شوه. خب اینجا که میبینین ای آخرین بامیه این بود که انداختم، یعنی خلاص شد دیگه اینجا سرخ شد ایام و قسمی که میبینین پیاز ما به این شکل شده که همی رقم باید شوه. خب بعد از این بانجان رومی را اضافه کردم. وقتی که خوب سرخ شد 1 دفعه میشنه. وقتی که سرخ شد باز این مساله را که براتان گفتم تمام مساله را اد میکنم که عبارت از زردچوبه، مرچ پاپریکا، نمک، مرچ سیاه می باشه و کم هم مساله سبزیجات. و اگر نداشتین هم هیچ کدام مشکل نداره، خود بامیه مزه‌دار است، ضرورت به این نداره که شما زیاد مساله استفاده کنین. و البته نگفته نمانه من کم گارلیک پودر یا پودر سیرم استفاده کردم، بسیار کم به خاطر خوشبویش، اما غیر او صورت ضرورت نداشت به خاطر که بامیه ما خودش سیر تازه داشت. خب این مساله را هم اضافه میکنیم. بعدش امی بامیه و کچالویی که سرخ کرده بودیم اضافه میکنیم. بعد در سرش 1 گیلاس آب جوش هم اندازیم که سرخ شوند. بعدش که دیدیم آب خود برد کمک دیگه هم آب جوش اضافه میکنیم و بعد از او دیگه سرش بسته میکنیم، یعنی در حالت دم یک سر دیگه در بینش سرش میمانیم و ایره دم میتیم به مدت 10 تا 15 دقیقه در حرارت بسیار پایین، مثلا لو باید باشه که زیر بامیه تا نچسبه. و بعد از این مدت 10 15 دقیقه وقتی که سر دیگه واز کنین خودتان میبینین که وقتی که دیگ آب نداشت و سر روغن آمده بود، فقط روغنش در سر معلوم میشه، یعنی که آماده است به این شکل. دیگه نوش جانتان دوستای عزیز، امیدوار هستم که این ویدیوی ما براتون یک کمک کرده باشه که یک چیز یاد گرفته باشید.